داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان آغاز خدمت عیسی. بعد شیطان وسوسه و کرتنه که عیسی پرا وسوسه وان غلبه کرد. عیسی گو روح القدس قدرت به استان جلیل جایی که زندگی کرد برگشت. شمکانی به دیگه مکان پتعلیم داته نشد و گردن آیر پنیکی آتش کرد. عیسی پناسریه جایی که وطی گوندی دوران براد زندگی کرد شد. سبت روشه تها یعنی شنبه و خدای پرستش کرتن به عبادتگاه شد. همان موقع اشعیای نبی کتاب برایش داد که باند تومار را پاچ کرد و قسمت را پمردمن واند. عیسی یه رگواند خدا واتی روحا به من داته تا بتوانین رحمت مژده و به بیوسن آزادی را به اسیرن، بینایی را به کوران و رهایی را به مظلومن برسینیم. زمان آن رسته که خدا انسان به وطی لطف مورد قرار دند. سپس عیسی نشت گردن گدقت برای سیلش کرد. آوان زانتش که یه آیات خدای مقدس کلامند که عیسی قرائت کرد. درباره مسیح موعود خبردند. عیسی گوشت مریو چی یه نوشته شکلام به انجام رسته. مردم گرد تعجبش کردند. آوان گوشتش مگه یک شخص اما یوسفی زاگ نهند. سپس گوشت حقیقت یه شند که هیچ نبی به وطی شهرت مورد احترام نیست. به ایلیای پیامبر دوره و باز این جنیوزا می حتد. اما زمانی که 3 سال و نیم مر نکرد خدا الیاس را به کمک که کرتن به گرد جنیو اسرائیل این جنیوزا من دیم نداند، بلکه آیره نزد جنیوزا میشه دیگه دیاری دیم داد و یه رگ ادامه ای داد که در زمان الیشع پیامبر باز این تعدادش اسرائیلی مردمان دچار بیماری جذام حتتند. اما الیشع هیچ کجام شاوان شفا نداد. فقط نعمان سوری اسرائیلی دشمن فرمانده و شا بیماری پوستی شفا داد. کسانی که به عیسی خبرن گوش داد یهودیتن. آنگاه که آوان خبرن اشکتش باز خشمگین بودند. اهالی ناصره عیسی را شمحل عبادت بیرونش کرد و به صخره لوه و برتش تا آیره شاده به جالگ پرینند و بکشند. اما عیسی ششانی میان گوست و شهر ناصریه را ترک کرد. سپس عیسی در میان سراسر منطقه و گوست و توی این جمعیتی برای طرف یاتند. آوان مریضنه که کور، لنگ و کر و لالتش و دیگه مریضش داشت را به عیسی نزدا یا ارتش و عیسی آوانا شفا داد. باز این تعدادی را که گرفتاری بدین روح حتتند به عیسی نزدا یا ارتش. به عیسی فرمان پلید این روح شمردمان خارج بودند و فریاد شجد که خدای زاگ هسته. جمیعت متعجب بودند و خدا را ستایش کردند. آنگاه عیسی 12 مردین زاگا انتخاب کرد که آوان را شاگردان و یا حواریون نامتش. یه شاگردن و رسولن گو عیسی مسافرت کردند و بازین درس شایی یادش گرفت. داستانی برگرفته کتاب مقدس انجیل متی فصل 4 آیات 12 تا 25، انجیل مرقس فصل‌های 1 آیات 14 تا 15 و 35 تا 39، فصل 3 آیات 13 تا 21، انجیل لوقا فصل 4 آیات 14 تا 30 و 38 تا 44.